علت درچه علمای نازک ادا و نازک بیان پیدا کرده میتونن. وقتی که امام بخاری همون علت حدیث برای مسلم نشون داد که همه علت دار است، امام مسلم از میان دو چشم بخاری از پیشانیش بوسه کرد، گفت ای استاد اساتید، ای پیشوای محدثین، ای طبیب حاذق در طبابت علل حدیث، اجازت گفت پاهات بوسه کنم. سبحان الله، کجا در میابه خیلی علما بزرگ مثل امام مسلم میگه که ای استاد اجازت من پاهایت را بوسه کنم. از برای خدا این همین سخنا بود، همین بزرگی بود، خاکساری و فروتنی بود که امروز نام امام مسلم در ردیف اول است. وقتی شیخین گفتن بخاری و مسلم در نظر دارند، وقتی صحیحین گفتن صحیح بخاری و صحیح مسلم در نظر دارند. او امام مسلم ابن حجاج نیسابوری در قطار زمره امام بخاری است، هر دوش قریب در یک زینه قرار دارند. از روی همین فروتنی بود، از روی این خاکساری بود، از روی این حق شناسی و جوانمردی بود که خدای تعالی این مرتبه و منزلت به امام مسلم هدیه کرد. اما زحلی چی کار کرد؟ محمد ابن یحیی زحلی که یک محدث بزرگ بود، استاد بخاری است. ما گفتیم که در صحیح امام بخاری 34 حدیث امام بخاری از محمد ابن یحیی زحلی روایت کرده است. کتاب زهریات دارد، در احادیثی که از امام زهری روایت شده است یدی طولا داشت، بهترین محدث بود. نامش کی به بزرگی میبریم؟ هر وقت که ذکر بخاری کرده بعد میگه وا یک شخص حسد بری بود، استاد بخاری با نام زحلی، محمد ابن یحیی زحلی، و متاسفانه نوجوان مردی کرد و یک تهمتی را در پای بخاری بست. ببینید هر کسی که بد کرد البته که جوابش میبینه. در همین دنیا خدای تعالی خار و ذلیلشون کرد تا برای دیگران درس عبرت شود. زحلی دیگر او زحلی پیشتر نبود، بعد این تهمتی پای بخاری بستن. امیر بخارا خالد ابن احمد که نسبت بخاری دشمنی کرد، عداوت کرد، این شخص بعد چند از وظیفه معزول گشت. در ابتدا تابع طاهریان بود، بعدا جانب صفاریان گذشت. عاقبت الامر عمرو ابن لیث صفاری او را از وظیفه سبکدوش کرد. در بعضی روایات اومده است که در بالای خر چپنه سوارش کردند، در بخارا شرمنده‌وار گرداندندش. گمان کرد به همین جانم خلاص است. به خاطر زیارت خانه خدا حج در موسم حج عازم سفر شد. در بغداد که رسید به خلیفه دور، خلیفه که همون زمان از آل عباس خلافت میکرد، خبر رسید که این همون خالد ابن احمد بدگهر است که امام بخاری را نسبتش عداوت دشمنی کرده. به سبب عداوت دشمنی امام بخاری بخارا را ترک کرده بود. بعضی گناههای دیگر هم داشت. خلیفه امر کرد گرفتن بردن در زندان انداختنش، تا اینکه عاقبت الامر در زندان پادشاهی از دنیا گذشته رفت. و حارث ابن ابوورقای بدگهر که به فرمان امیر بخارا نسبت بخاری سخنهای کذب و دروغ پهن میکرد، عاقبت الامر به دردهای بی‌دوا مبتلا شد. و بعضی روایات اومده است که به بیماری جذام گرفتار شد، به بیماری مخو. خدای تعالی او کسایی را که دوستای خدا را در دنیا آزار میدهند نسبتشو قیان میکنند، در همین دنیا خار و ذلیلشو میکنند. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی رو خدا رسوا نکرد. همین را به یقین بدانید. اما مسلم ببینه که به سبب آنکه حقیقت حال بیان کرد، جوان مرد بود، واقعیت گفت، خدای تعالی چه مرتبه و چه منزلتی براش داده است. یکی از بزرگان دیگر محمد ابن اسحاق خزیمه که با لقب ابن خزیمه در علم حدیث بسیار معروف و مشهور است، یک کتاب دارد با نام صحیح ابن خزیمه گفته می شود. ایرا امام محدثان می گفتند ابن خزیمه را. می گوید در زیر سقف آسمان عالمتر و حافظتر از امام بخاری به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را ندیدم. در زیر سقف آسمان از امام بخاری حافظتر کسی نیست به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت امام احمد حنبل صحبت هفته گذشته کرده بودیم و شما بیان کردیم که با همون بزرگی و مرتبت میگوید خراسان بزرگ همانند بخاری را از خود خارج نکرده است. خراسانی که وطن اینقدر بزرگا است، خراسانی که اکثر کل محدثا از همونجا خارج شدیان، میگوید به مثل امام بخاری تا هنوز از خود خارج نکرده است. ابو حاتم رازی یک محدث بی نهایت بزرگ است. در حق ابو حاتم رازی احمد ابن سلمه نیسابوری، همون شخصی که بخاری را هنگامی از نیشاپور خارج شدن به تنهایی اومد غسل کرد،
محدث روایت میکند که بعد وفات اسحاق ابن راهوی و بعد یحیی ابن معین که آفتاب تابان و درخشان در علم جرح و تعدیل بدند، بزرگترین عالم جرح و تعدیل ابو حاتم رازی است. ابو حاتم رازی میگوید نه خراسان مانند امام بخاری را از خود خارج کرده است و نه در بغداد به بزرگی امام بخاری کسی داخل شده است. خارج کردن خراسان است بسته از زمانی که شهر بغداد ساخته شد، پایتخت اعلان شد، به بزرگی امام بخاری کسی داخل بغداد نشده است. این قول بزرگا در حق امام بخاری است. سبحان الله. امام ترمذی صاحب جامع السنن که ما و شما خوب میدونیمش، جامع السنن امام ترمذی در صحاح سیته داخل است، بسیار معروف و مشهور است. میگوید در عراق و خراسان و حجاز در علت حدیث، یعنی کمبودی حدیث یافتن، در تاریخ، در شناختن سند حدیث عالمتر از بخاری کسی روا نخوردم. و قصه میکند که باره امام بخاری میگوید در نزد عبدالله ابن منیر محدثی بزرگ بود. عبدالله ابن منیر یک دو سوالش کرد، بعد از جاش قایم شد، گفت ای ابو عبدالله، خداوند تر زینت امت اسلامی گرداند. استاد در حق شاگرد دعا کرد که یا ابو عبدالله، خداوند تر زینت امت اسلام گرداند. و بین دعاش مستجاب شد. امروز ما فخر میکنیم که الحمدلله در عالم اسلام بزرگ مثل امام بخاری پای به عرصه هستی گذاشته است، کتابی را به این بزرگی نوشته است. یک محدث بسیار بزرگ است، استادی اگر تمام محدثان گویم غلط نمیکنیم. ابو رجاء قتیبه ابن سعید بغلانی، این شخص در عنفوان جوانی از امام مالک و از سعد ابن لیث ابن سعد بخش مصری احادیث برداشته بود. بعدا تمام محدثایی که امروز نامشون میدونیم از اونها آثار باقی گذاشتند، قریب به همگی اومده در نزدش تعلیم حدیث گرفتند. احمد ابن حنبل شاگردش است، یحیی ابن معین شاگردش است، ابو حاتم رازی، ابو زرعه رازی، علی ابن مدینی، بزرگایی که نامشون در طول دو سه درس اخیر با شما بیان میکردم، اصحاب صحاح سته غیر ابن ماجه، 5 نفر دیگرش، همه شاگردای همین شخصی بزرگ هستند، همه در نزدش درس خوندند. باره گفت از شرق غرب، یعنی از عالم اسلام، مردم به خاطر شنیدن حدیث از من، علم حدیث گرفتن، کوچ کرده می اومدند. در میان همه این طایفه از ابو عبدالله محمد بخاری عالمتر کسی نزد من نآمده است. گفت مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثین، ببین محدثای عصر بخاری بزرگترین محدثای اسلام هستند، مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثین مثل مرتبه و منزلت حضرت عمر در میان اصحاب بود. سبحان الله. قتیبه ابن سعید بغلانی میگوید اگر بالفرض امام بخاری در زمان اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم تولد میشد، با وجود همین یک آیه از آیات خدا بود، یک نشانه از نشانه های بزرگی خدا بود، همون وقت هم اعترافش میکردند. استاد شیخ اسحاق راهوی باره وقتی که بخاری علت یک ده حدیث براش بیان کرد، گفت ای مردم، همین محمد خردسال میبینید، قسم به خدا اگر این در زمان حسن بصری زندگی میکرد، با وجود آن که امام حسن بصری 500 صحابی پیغمبر از یارت کرده است، از اونا علم آموخته است، مردم باز محتاج به همین علم بخاری میشدن. یک شاگرد دارد امام بخاری با نام ابو عمرو خفاف، وقتی که از بخاری حدیث روایت میکند میگوید حدیث کرد به من مردی پاکیزه روزگاری که آفتاب به بزرگتر از آن هرگز نتابیده است، به بزرگی او شخصی را نه در غرب نه در شرق من ندیدم. بعدا میگوید در دوامی سخنش که هر کسی که نسبت امام بخاری دشمنی میکند او از راه و جاده مسلمانان دور است. هر کسی که نسبت بخاری بهتان را روا می‌دارد یا قول بهتانگرا را در حق او قبول میکند، لعنتی خدا بر او هزاران بار باد. زیرا مرتبه و منزلت امام بخاری در میان محدثان چون امام احمد حنبل و امثال او بزرگها 20 درجه بالاتر بود. از امام احمد حنبل و امام احمد ها در علم حدیث بخاری میگه 20 درجه بالاتر بود. پس هزاران لعنت بر کسی که در این مرد بزرگ طعنه را روا می‌دارد. سبحان الله. این است بخاری. چنین یک جوان مردی بود، چنین یک شخصی صالحی بود. گفتیم که ابوبکر ابن ابی شیبه بازیلش میگفت در علم حدیث،
ابن حجر اسقلانی شارح بخاری، شارح صحیح بخاری میگوید ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری یک جبل حفظ و امام فقیهان و امام محدثان است، محدثان عالم، یک مذهب نه. اولش یک جبل حفظ است، یک کوه حفظ است، با این قوه حافظه خدای تعالی از مخلوقات کم آفریده است. ثانیا امام فقیهان و محدثان عالم است. یک شمه بود از گفتار بزرگان در حق بخاری تا اینکه شما بدونید که این چی شخصیت است، چی مرتبه و منزلت دارد. او کسایی که ما سخناشون براتون آوردیم بزرگترین علمای علم حدیث هستند، بزرگترین محدثین اسلام هستند برادران. هزارها هزار سخن است، من از میانشون گلچین کردم، یک دستگل همچی یک دستگل تا اینکه به شما هدیه کنم، زیرا وقتی ما امکان آن ندارد که همه او سخنها را برای شما بیان سازیم و شما هم امام بخاری نیست که همه سخنهای ما را با یک بار حفظ کنید. با وجود این قدر علم دانش پرهیزگار، با ورع بود، بسیار خدمتگار بود. خدای تعالی همین خیلی حافظه قویش داده است، با شبانه روز کار میکرد، در پی علم بود، علم آموخت، میجست. هر وقت مانده میشد است، مانده میشه انسان وقتی که تن جانش راحت طلب میکردن خود را مذمت میکرد است که یا ابو عبدالله تو شرم نمیداری؟ دهقانا در زمین کار میکنن مانده میشوند، هنرمندا به هنر مشغول هستند، آهنگرا آهنگری میکنن، زرگرا زرگری میکنن، مانده میشوند. او تو همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوار شب و روز اقامت میورزی، دائم در صحبت پیغمبر هستی، دائم در حلقه پیغمبر هستی، تو نخوا مانده شوی؟ به همین خیش تسکین ببخشید است و با کار دوام میداد. یا الله، اگر یک نفری ما ای هزار یک حصه کاری او را کرده باشه میگیم به همین تمام کاری ما در دنیا خلاص شد که وقتی استراحت سر زد. اما بخاری تا آخر حیات محنت میکرد، مشقت میکشید، مینوشت، میآموخت، در طلب علم بود. از همین خاطر بود که مستجاب دعوه بود، دعاش اجابت میشد. بخاری خود میگوید در حیات 2 بار از برای کار دنیا دعا کردم، از خدا طلب کردم، هر 2 بارم خداوند اجابتش کرد. بعد دیگه میگه برای دنیا هیچ طلب نکردم، ترسیدم که مبادا ای ثواب آخرتم کاسته شود، یعنی در این دنیا خدا بتمام با ثواب آخرتم کاسته شود. برای همین تمام مشقت تحمل میکرد، پیش خدا دعا نمیکرد و اینو خدای تعالی اگر دعا میکرد که خداوند همین دشمنان در پیش چشمم خور کنه، همونجا خور ذلیل بشیدن، اما این کارو نمیکرد. اون محنت و مشقت امتحان تحمل میکرد. واقعا مستجاب دعوه است امام بخاری. وقتی که از بخارا هم رانده شد اومد به دهه خیرتنگ، دهه پایروق امروزه که گفتیم در نزدیکی سمرقند قرار دارد، در خانه یک خیشش با نام جبرئیل ابن غالب همونجا دعا کرد، گفت اللهم انه قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. پروردگارا گفت زمین به همین وسعت و بزرگیش امروز برای من تنگ شد، دیگه در هیچ جا چشمی دیدنم ندارند. از نیشاپور بیچاره خارج شبانه برآمد، از بخارا خارج شد، زمین به همین وسعتیش برا نمیخنجونه. خدایا گفت روح قبض کن. یا الله، خدایا گفت جان قبض کن. 1 ماه نگذشته بود از دعای کردگیش که خدای تعالی جانش قبض کرد در شب عید فطر، در شب عید رمضان، شبی که صبحش عید میشد، پیش نماز عیدش کردن امام بخاری. مستجاب دعوه بود اما دعا نمیکرد. چرا؟ زیرا بعضی از اولیاء الله هستند که میگن که برای کار دنیا باید دعا نکنی، باید صبر کنی. مولوی روم میفرماید قسم دیگر میشناسم ز اولیا که دهنشان بسته باشد از دعا، از رضا که هست رام آن کرام، جستن دفع بلاشان شد حرام. من یک ایده از اولیاء الله هم میشناسم میگه که هیچ وقت دعا نمیکنن، هرچی آید نزد ایشان خوش بود، آب حیوان گرده در آتش بود، زهر اندر کامشان شکر بود، سنگ اندر راهشان گوهر بود. هر محنت هر مشقتی که به سرشون میآید با صبر تحمل میکنن تا اینکه مبادا از ثواب آخرت مکاسته نشود. جملگی یکسان بود شان نیک بعد، از چی باشد این؟ ز حسن ظن خود. همه براشو یک است، یکسان است. سببش چی است؟ حسن ظن، گمان نیک در حق آن که هر چی به سر میآید همه این امتحان های پروردگار است، به تقدیر خدا است و صبور میشدند. چنین یک جوانمرد، چنین یک بزرگ الحمدلله در میان مسلمانان طلوع کرد.
از میان ما گذشت، اما بعد خود ببینه که چی آثاری بزرگی گذاشته است. ان شاء الله درباره آثارش مختصرا صحبت کنیم. از امام بخاری در کتب تاریخ، در روایات 27 اثر ذکر شده است، نام به نام. خاصتا در کتاب کشف الظنون حاجی خلیفه نامهای همونا را آورده است. اکثریت شو تا امروز نرسیدیان، نامشو هست اما همون کتاب حالی وجود ندارد، شاید در طول تاریخ از بین رفته است، اما نام 27 اثر امام بخاری ثبت شده است. از جمله کتاب جامع الصحیح که همه ما و شما او را میشناسیم، کتاب تاریخی کبیرش که درباره او با شما صحبت کردیم که التاریخ الکبیر دارد، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، هم تاریخ کلان، هم تاریخ میانه، هم تاریخ صغیر که در اوجا رجال حدیث بیان کرده میشوند. اینچنین امام بخاری رساله های زیاد دارد، مثل رفع الیدین فی الصلاه، بر الوالدین، نیکی و احسان در حق والدین، کتاب الکنا و الاسامی دارد، کتاب الضعفا دارد، الکتاب المبسوط دارد، الجامع الکبیر دارد، المسند الکبیر و غیره و هکذاها که جمع الجمع عددشو به 27 میرسد. اما در میان کتاب‌های امام بخاری بزرگترینش همین کتاب صحیح است که نام پره آن الجامع الصحیح المستند المختصر من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه می باشد. بزرگترین کتاب امام بخاری و بزرگترین کتاب بعد قرآن عظیم شان همین جامع الصحیح امام بخاری است. ان شاء الله در اطراف همین کتاب صحبت میکنیم. کتاب جامع الصحیح امام بخاری در طول 16 سال حیات خیش نوشته است. امام بخاری خود روایت میکند که برای جمع این کتاب 16 سال حیات مصرف کردم، در کتابخانه نه، در بالای شتران، در سیر، در سفر، در جمع آوردن حدیث. شما گمان میکنید این حدیث جمع آوردنش آسان است؟ بعضن ها میشد بر روایت خود امام بخاری که نزد 10 ها شیخ میرفته، میگه هر کدامش هزارها حدیث داشتن، اما از بس که همون شیخ یک علت دارد، ضعف دارد، همه حدیث را ترک میکرده، با یک روایت شده نمیگرفتم. یک شاگرد داشت با نام ابو حاتم وراق که وراق کاتب امام بخاری بود. یک روز در مسئله یک حدیث اندکی به شک سوال کرد، گفت یا ابو حاتم تو گمان میکنی من تدلیس میکنم؟ تدلیس اصلا معنی لغویش پوشاندن عیبی مبیع است، پوشاندن عیبی کلا. وقتی که تاجر عیبی کلا جانا میگه و در یک کس فن میکنه بفروشش، همین تدلیس است. اما در علم حدیث تدلیس سه نوع میشود: تدلیس در اسناد، تدلیس در شیوخ و تدلیس تسویه. تدلیس در اسناد که بدترین تدلیس است، اون است که یک شخص از یک شیخی که با او ملاقات کرده است اما همون حدیث نشنیده است، به لفظ روایت میکند که خواننده یا شنونده گمان میکند که همین حدیث از همون شنیده باشد. همون آدم واقعا ملاقات کرده است، در صحبت شش بوده است، اما همون حدیثی را که روایت میکنه از اون مرد نشنیده است. اگر بگه حدثنی فلان، فلانی مرا حدیث گفت، دروغش که فاش و ابدالآباد دیگه یک روایتی را کسی قبول نمیکنه. از همین خاطر بعضیش احتیاط میکردن، بعد نمیگه که حدثنی فلان، میگه قال فلان، فلانی گفت. اگر سختش بگیرن که تو اخی خونه در بلنده که تو فلانی را همین حدیث عیو نشنیدی، یک جا میگه اخی دهانی مردم شنیدم که فلانی گفت، یا عن فلان میگه از فلانی، میگه فلانی روایت شده است اخی، من دهانی خچم نشنیدم باش، من دیگه رو شنیدم. اینا تدلیس میگن در اسناد. این بسیار یک فن نازک است. اینا فقط همون ماهرای علم حدیث میتونن معین بسازن. تو گفت گمان میکنی من تدلیس میکنم؟ من گفت برای آن که در حق یک شیخ یک آدم گفته است که همین سوء الحفظ است، قوای حافظش ضعیف است، 10,000 حدیث پرتوفتم، از بحر 10,000 حدیث گذاشتم، برای آن که در یکی از راویای همون حدیث نظری بود یا نظری اندکی بود. تو گمان میکنی که من بخود جرأت میکنم تدلیس میکنم؟ خود میگه که از میان 600,000 حدیث ارمی 7,563 حدیثی صحیح خود من نوشتم. جامع صحیح از میان 600,000 حدیث انتخاب کردم. سبحان الله. هر باره که حدیثی را میگم میخواستم در کتابم ثبت کنم، در ابتدا غسل میکردم، بعدا 2 رکعت نماز میخوندم و بعد از آن در کتاب ثبتش میساختم. انا این مرتبه و منزلت میگن. از این خاطر است این کتاب به این بزرگی امروز در عالم نامآور گشته است. کتاب جامع الصحیح 97 کتاب 3450 باب رو در بر میگیرد. در مسئله عدد احادیثش قولهای مختلفه زیاد است، اما تحقیقهای اخیری که علمای علم حدیث کردن در اکثریتش من نظر کردم همه 7563 تا میارن، البته به حساب معلقات بخاری. و این کتاب جامع الصحیح
کتاب است که هیچ یک مخلوق چنین کتابی در تاریخ ننوشته است و در آینده هم نوشته نمیتونه. صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شأن باشد. دیگه در این موضوع چی گفته می شود؟ شیخ شمس الدین ذهبی بزرگترین رجال شناس اسلام میگوید صحیح امام بخاری بزرگترین کتاب در اسلام بعد قرآن عظیم الشأن محسوب می شود. ببینید شیخ ابو نصر عبیدالله سجزی در کتاب ابانة الکبری فی القرآن روایت کرده است، میگوید با اجماع علمای اسلامی از فقها و غیر فقها اگر شخص بالفرض قسم به طلاق زنش خورد که در جامع صحیح بخاری یگان حدیث ضعیف نیست، همش صحیح هستند، اجماع علمای اسلامی ثابت است که زنش طلاق نمی شود، یعنی خونیسته می شود. شما بفهمید چی گپ است؟ قسم به خدا من حاضر نیستم که برای از صحیفه یکی نمیده رونویس شده است کو قسم به طلاق زن بخورم، زیرا شاید اونجا تصحیف شود. خاصتا امروز که جوانای ما دیگه علم نخونن، از مکتب بگریزن، در یک دیکتانت می نوشتگیشو صد خطا میکنن. شما ببینید بزرگی کتاب تا کدام درجه است که علمای اسلام اتفاق دارن که اگر شخص قسم به طلاق زنش بخورد که در صحیح امام بخاری یگان حدیث ضعیف نیست، زنش طلاق نمیشود. یا الله، از این بزرگتر دیگه مرتبه و منزلت از کجا میجویید؟ امام نووی شارح مسلم، یک عالم بسیار بزرگ، محدثی بزرگ، مفسری بزرگ، میگوید در صحت صحیحین، یعنی در صحت صحیح بخاری و صحیح مسلم، اجماع علمای اسلامی و وجوب عمل به این احادیث ثابت است، وجوب عمل به صحیحین. شیخ بدرالدین عینی یکی از بزرگترین محدثای حنفی مذهب که کتاب صحیح بخاری را طبق مذهب امام اعظم ابو حنیفه در نظر دارم، همون حدیثای احکام شرح توضیح میدهد، کتاب دارد با نام عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری که از بزرگترین کتب شرح بخاری محسوب می شود. بیان کرده است که علمای شرق غرب اسلام، یعنی علمای عالم اسلام، اتفاق بر آن دارند که صحیح ترین کتاب بعد قرآن عظیم شأن در تاریخ بشر صحیحین است، صحیح بخاری و صحیح مسلم. یا الله، اگر تا صبح گپ زنیم گپ خلاص نمی شود در این موضوع. شاه ولی الله دهلوی، شاه محدثین، شاه مفسرین هند، شیخ الهند، وقتی که درباره صحت بخاری و مسلم روایت میکند، بعدا میگوید هر ضعیفه، هر ببصره، هر خیرسره اگر طعن بر این بزرگوار وارد کند، او حقوق مسلمان نامیدن ندارد، او از راهی که عامه مسلمانان اختیار کردن منحرف شده است. زیرا بر صحت این کتاب علمای اسلامی تصحیح گذاشتیان، صحتش ثابت کردگیان. شیخ ابو زید مروزی میگوید در حرم بودم، باره میگوید خوابم برده است، در میان رکن و مقام حضرت ابراهیم خلیل، ناخوش در خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم. آمد گفت یا ابو زید شرم نمیداری؟ چرا کتاب‌های شافعی را درس میدی و کتاب‌های مرا درس نمیگویی؟ کتابی مرا. شیخ ابو زید مروزی یکی از علما و یکی از مجتهدای مذهب امام شافعی است. گفت یا ابو زید تو چرا کتاب‌های امام شافعی را درس میگویی و کتابی مرا درس نمیگویی؟ میگه بهت زده شدم. گفتم یا رسول الله کتابی تو کدام کتاب است؟ گفت جامع صحیح امام بخاری، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم جامع صحیح به خود نسبت داشته. ابن خلدون در مقدمش میگوید که من از شیخ‌های زیادم شنیدم که در ذمه امت اسلامی نوشتن شرح کامل بر صحیح بخاری فرض گشته است. اگر مسلمان‌ها بر صحیح بخاری یک شرح کامل ننویسند، همش ترک فرض کردن، فردا در پیش خداوند جواب میگن، فرض کفایه گشته است. و الحمدلله و المنه علمای اسلامی کمر همت بسته و بر صحیح بخاری شرح کامل نوشتند و این فرض کفایه را از ذمه مسلمانان ساقط کردند. چند از شروح امام بخاری را با نامهاشو بیان میکنم ان شاء الله، وقتم کم مانده است. بزرگترین شرح بخاری موافق قول اکثر علمای حدیث و علمای اسلامی فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن حجر اسقلانی است. این شخص صحیح بخاری را به حد شرح نوشته است که امام شوکانی میگه بعد از فتح دیگه هجرت لازم نیست. الفتح لا هجرت بعده، یعنی که برای جستجوی حدیث
برای تتبع حدیث دیگر هجرت لازم نیست. هر کسی که کتاب همین فتح الباری را داشته باشد برای او را کافی است. هر حدیثی را بخاری روایت میگیره باور کنه حرف به حرف، کلمه به کلمه، احکام جدا، تاریخ جدا، رجالی را که بخاری روایت میکند جدا جدا بیان ساخته است. این مرد واقعا بسیار شخصیت بزرگ است. ابن حجر عسقلانی در میان محدثای ما یکی از محدثای بزرگ در نظر دارم، شخصی بود با نام دارقطنی. عقب طالب علم و علما الحمدلله میشناسنش، نه که اکثر مردم نمیدونن. سنن الکبرا دارد، کتاب‌های زیاد دارد، بسیار محدثی بزرگ است، اما متاسفانه در مسئله صحیحین اندکی به خطا راه داد. موافق همو تعلیقاتی خود موافق اصولی که پیش گرفته است، از میان صحیحین به زعم خود گویا که 210 حدیث ضعیف یافته است که از همین 210 حدیث 32 حدیثش متفق علیه است که هم بخاری و هم مسلم روایت کردند. 78 حدیث بخاری از بخاری است، 100 حدیث از صحیح مسلم. ابن حجر عسقلانی در هدی الساری یعنی در مقدمه همین فتح الباری تمام همین 210 حدیث هم میارد با دلیل حجت نادرست بدن قول دارقطنی را اثبات کرده است جوان مرد. البته او فرضی را که در ذمه امت اسلامی گذاشته شده بود که باید البته صحیح بخاری را شرحاً ابن حجر عسقلانی ادا کرد، الحمدلله والمنه. دوم شرح بزرگترینش نزد ما احناف ما یکمش حساب میکنیم، عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری علامه بدرالدین عینی. بعضی از محققان واقعا عمدة القاری را از فتح الباری بالا گذاشتند به سبب بعضی عملهای بیشتر و زایی‌تر که هم از نظر نحوی و از دیگر نظرها هم شرح توضیحات بیشتر داده است علامه بدرالدین عینی. دیگر از کتب بزرگ معتبر ارشاد الساری فی شرح صحیح بخاری می باشد علامه شهاب الدین قسطلانی مصری و غیره و هکذاها کتاب ها هستند. علما میگویند از 59 تا 82 شرح کامل و شرح مختصر بر صحیح امام بخاری نوشته شده است. تصور بکنید کدام کتاب اینقدر تحقیق کردیان. این بود شاید که این حجتی که من براتون میگم، این سند من برای شما بیان کردم کهنه شده باشد، زیرا علما امروز هم قرار نیستن، امروز هم شرح توضیحات زیاد می نویسن. یک دو سه کتاب خواندم، مثلا در اونجا سخن درباره فیض الباری نمی رود، شرح صحیح بخاری. فیض الباری انورشاه کشمیری عالم بزرگ هندوستان اینا بیان نکردن. پس از این معلوم میگرده که الحمدلله علمای عالم اسلام درباره صحیح بخاری تا حاضر کوشش غیرت و سعی تلاش به خرج داده ایستادند، شرح‌های خوب نوشته ایستادند و الحمدلله والمنه کسایی که میخواهند صحیح بخاری را کامل و مکمل درک کنند میتوانند که به همین شرح‌ها مراجعت کنند، زیرا تمامی چیزایی که میتونه در ذهن انسان شبهه بیارد، تمام کلمه‌های مجمل، کلمه‌هایی که مشکل فهم هستند، هم از لحاظ لغت هم از لحاظ مثلا معنا، همه اینا را شرح توضیح دادند. این بود سخن چند درباره امام بخاری بزرگ و درباره صحیح امام بخاری و درباره شروح آن. من یک چند دقیقه را جدا کردم به خاطر چی؟ برای آن که با جوانان مراجعت کنم، با پدران که فرزند دارند مراجعت کنم که شما ببینه این درجه و منزلت امام بخاری با چی دریافت؟ با چی؟ با علم بود که بخاری را بخاری گردان. اما طلب علم بود که امروز شرق غرب همه امام بخاری میگویند. طلب علم بود که صحیحش در پایه و در حد نوشته است که بعدی قرآن عظیم شان بزرگترین کتاب است. حالا ما فقط درباره شرح‌های صحیح گفتیم. باور کنید اینجا سخن زیاد است، من نمیتونم همه او را برای شما بیان کنم زیرا وقت ما بسیار تنگ است، ضیق است. و الا در کتاب ها آمده است 29 شخص معروف و معتبر اسلامی بر صحیح بخاری حاشیه نوشته‌اند. 16 شخص عالم معتبر مقدمه نوشته‌اند بر صحیح هایی که چاپ میشوند، مقدمه 16 شخص معتبر. 15 بزرگمرد صحیح بخاری را مختصر کردیان، یعنی حدیثایی را که تکرار میآیند تکرار را پرتوفتیان، فقط هم حدیثای یک بارش گرفتیان. این مرتبه و این منزلت به بخاری از کجا دست داد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خواب یک عالم بزرگ، یک مجتهد شافعی مذهب داخل میشود و میگوید که چرا کتاب من یعنی صحیح بخاری را درس نمیگویی و کتب فقهی شافعی را درس میگویی؟ همش به شرافت علم برادرای عزیز. بخاری تا آخر از طلب علم باز نایستاده است، همیشه در طلب علم بود. از خردسالی تا کلام بزرگسالی همیشه در طلب علم بود، علم طلب میکرد. واقعا مرتبه و منزلت شخص میتواند که توسط طلب علم بیاید. مرتبه و منزلت عالم نسبت عابد همیشه بالاتر است. عابد کسی را میگن که دائم به عبادت مشغول است،
حتی بعضی از عابدا است که سر از سجده الهی نمیبردارند، همیشه به ذکرند، همیشه به یاد خدا هستند. عابدای تاریخ یاد دارد که مردم را ترک کردند، دنیا را ترک گفتند، بیرون از شهرها و بیرون از دهات در کوه نمیدونم در دشت ها و مرغزارها خیمه زده و به تنهایی به عبادت خدا مشغول هستند. ببینید مرتبه انم طالب علم اندک از مرتبه همو بالاتر است. امام ترمذی روایت میکند از ابو امامه باهلی صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم: ذکر لرسول الله صلی الله علیه و سلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم. میگه در نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ذکر دو مرد کردند، از دو شخص سوالش کردند که یکیش عالم است، دیگری عابد، فقط به عبادت مشغول. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت عابد مثل فضیلت من است بر کمترین شما. انا چقدر که من مرتبه و منزله دارم در پیش خدا و در جامعه نسبت کمترین شما از روی درجه و منزلت، عالم نسبت عابد انم قدر فضیلت دارد. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گردست خشت است خود را ره کند. زیرا شیطان خشت طاعت میکنه، اگر دست خشتم که مونی یک روز رخنه میکنه، زیرا علم نداره. عابدی که علم نداره زود گمراه میشود. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. خواب عالم از عبادت بالا است. میگه چرا؟ علم دریای است به حد کنار، طالب علمند غواص بحار. این علم یک دریای به حد کنار است و طالبای این علم است، یعنی غواصای هستند که لعل و یاقوت و مرجان از زیر آب در و مروارید مرجان خارج میکنن. لعل و در و مروارید مرجان چی است؟ یعنی علم است که به مردم علم آموزند، مردم از گمراهی نجات میدهند. دیروز در یک معرکه شنیدیم یکی از شاگردامو روزه گرفته است. اگه بیچاره خودش طالب علم مسافر در معرکه تمام آوردگی محیا، اگه این روزه‌دار است همه آش میزنن، آش پلو، این همه خاموش سرش خم. بعد دولت مراد جانشین من سوالش کرد که چی در دوری نمیخری؟ گفت روزه‌دارم. گفتم خدا جانی تو را مست کنه که تو مگر نمیدونی که در ایام منهیه روزه گرفتن درست نیست؟ آخه امروز روزی 12 ذوالحجه، تو حق نداری امروز روزه بگیری. ایام منهیه 5 روز هستند: عید رمضان، عید قربان و 3 روزی بعد عید قربان. این عادت داشته است روزای پنجشنبه روزه گرفته. تز آش بخور، در جان شیرین آش پلو زد. شب بعد شام دیدمش شاگرده وقتش چاق هیچ خاک نیست. چی بخره دیگه؟ آخه در ببین رزق روزی را خدا براش مهیا کرده است، از روی نادانی و جاهلی همه را خچ محروم کرده است. ببین این مرتبه و منزلت علم تا کدام درجه است. این عالمان نباشند مردم راهنمایی و هدایت نکنند، گمراه میشوند. پس باید در طلب علم باشیم برادران، علم جستجو کنیم. علم فقط علم دینی نمیشود، همین علم دنیوی علم است. زیرا علم دنیوی باعث پیشرفتن جامعه می شود. علم دنیوی باعث نکو احوالی و سبک شدن زندگی مردم میگردد. از برای ثواب اگر همین تلفن اختراع نمیکردن چقدر مردم در عذاب بود. ما دانشجو بودیم، استودنت، در 82 میکرایون در نزد یک بودکای تلفن میرفتیم 10-15 آدم نوبت استودیان تنگای دتینا میپرتفتن تلفن میکردن. حاضر دیگه خرد و بزرگ کودک زن همه در دستاشو تلفن، هر وقت که جای بخواهند زنگ میزنن. البته این تلفن کمبودی ها دارد اما فایده و منفعتاش زیاد است. خدای نکرده یک جنازه شب میشد زمانی پیش ماشین میفرستادن، آدم نمیافتن که بعضی خیش تبرو را خبر کنن. اولی چی تلفن میگیره در بین 5 دقیقه تمام خیش تبری میت دعوت میکنه به جنازه یا به امر خیر به کاری خوش. همین توسط علم است برادران. به علم به جای نمیرسیم. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم به جوانامون، طلبه های مکتب خاصتا دانشجوها که در ساعت درسی بسیار خواهش میکنم درستونم قدم بدونه، درستونم قدم بدونه. فضل العلم خیر من فضل العباده، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. امام طبرانی در اوسط و امام بازار در کشف الاسرار به اسناد حسن آورده است که فضل علم از فضل عبادت بالاتر است در پیش پروردگار. بعضی کارهایی هست که اگر همون علمی همون را ندونه به جایی نمیرسیم. بوئینگ وقتی باری اول آوردن تاجیکستان، یک پیلوت نمیآورن که بوئینگ اداره کنه و پرونه. یک تاجیک مسلمان یافت نمیشه که همون بوئینگ اداره کنه. با چندین هزار دلار شرطنامه بسته و یک پیلوت خارجی را سفارش کردن گرفتن آوردن. عیب شرمندگی نیست؟ مملکتی که دولتی که الحمدلله صاحب استقلال است، 7 میلیون اهالی دارد،
پیلوت نداشته باشه که یک بوینگ اداره کنند. ما باید پیلوتامون زیاد باشد، انجینیرامون زیاد باشد، عالمامون زیاد باشد. باور کنید تا زمانی که علم از خود نمیکنیم پا فروختر گذاشته نمیتونیم. یک عمر مینت شنوی دولت‌های غرب میمونیم. هر علم در جای خودش زیبنده است. واقعا اگر یک اپندیسیت شود او را به خوندن نشود، اپندیسیت باید ببری بگیریش. او را با علم حدیث نشود چیکار میکنی در این حالت؟ اگر یک البته که قرآن و البته هم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را به هم طلب علم دلالت کردیان که هم علم بخونه بآموزه. یک جراح لازم است که او را چاک نو خارجش بسازه همون جراحت. از همین خاطر باز یک بار دیگه تاکید میکنم برادرای عزیز، قسم به خدا من شما را دوست می‌دارم. قسم به خدا وقتی که من در مسجد جوانان را میبینم روحم بالیده میشود. از منبر پیغمبر گفتم. اما شما هم یک چیز بفهمید که مرتبه علم از مرتبه عبادت بالاتره. علم اسخط کنید. برای عبادت علم ترک نکنید. همون نماز ان شاء الله این نماز جمعه را دیرو نکردی. درس تا ترک نکن. نماز پیشین ان شاء الله وقتی که اومدی میخونی این خدای بزرگ هم اجر ثوابی خواندن نماز برات عطا میکنه، هم اجر ثوابی طلب علم. من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الی الجنه. رواه مسلم. امام مسلم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است هر کسی راهی را اختیار میکند برای طلب علم خداوند راه جنت برای آسان میگرداند. از همین خاطر علم به آموزه، صاحب علم شوید، صاحب معلومات شوید، دانشمند شوید. از شما عالمای بزرگ تو به عرصه هستی بگذارند تا ما افتخار کنیم که الحمدلله او پروفسور او شخص قوم مسجد ما است. این ایش عالم بزرگی که صدها کتاب دارد این قوم مسجد ما است. ما به شما افتخار میکنیم، شما افتخار مسجد میشوید، افتخار جامعه میگردید. اما اگر نکردیم همه از درس دور گرفتیم. پدرها گفتن که خیر فرزندم کلاشید روسیه میره کار میکنه، در سعی تلاش نه افتیدن که همون فرزند تعلیمی باب تعلیمی کامل دهن. در اون صورت وای به حال ما که همین خیلی مستر بیچاره و درمانده باقی میمونیم. در آخر یک نظمی را ان شاء الله از مولوی رو براتون میخونم و بعد نماز جمعه را شروع میکنیم. مولوی میفرماید آن یک نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتی با نمود آن حق پرست. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. یک عالم صرف نحو عربی یک روز در دریای دجله میآید، در یک زورق میشیند. زورق نو در مابین رونده است که مراجعت میکنه که این مردک به همه علم خودش فخر میکنه. زورق رون ملوح هم میگه که برادر علم نحو میدونی؟ گفت لا. گفت هیچ از نحو دانی؟ گفت لا. گفت نه. گفت نیمی عمری تو شد بر فنا. نگاه کرد که میانه عمر است. بچه گفت نیمی عمر تو از دست دادی. تو به حال که علم نحو نه آموخته باشی وای به حالت. نیمی عمری تو به بیهوده گذشت. دل شکسته گشت کشتیبان زیتاب، لیک آن دم ماند خاموش از جواب. دلش رنجیده چی بگه که ایره بخیر. باد کشتی را به گرداب افکند. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هجدانی آشنا کردن بگو. قدرت خدای تعالی زورق اومد در یک گردباد غلطید، گرداب ده. ملوح با عالم نحو گفت که مردک آبازی را میتونی؟ هجدانی آشنا کردن بگو. گفت نه از من تا صباحی مجو. گفت از عالم نحو آبازی میپرسی؟ من که جو میدونم من عالم نحو. گفت نیمی عمر، گفت کلی عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. نباشه گفت ما را نصف عمرمو برباد شده باشه ترا کلی عمرت فناست. کشتی در گرداب غلطید، آبازی را که تو دیگه هیچ علاج دیگه نداری. بعد حضرت نصیحت میکنند فقه نحو صرف در کمامت آمده یاری شگرف. هر یک علم به جای خودش زیبنده، هر یک علم در موضع خودش زیبنده. عالم باشه که علم تفتازانی را داشته باشه، سعدالدین تفتازانی را، نه که وقتی که زنش فرزند کرد به هم یک گهواره اساس کن محتاج می شود. تا زمان هم گهواره را راست نکنن نه تنش از کجا پیداش بکنن. از همین خاطر طلب کردن علم، هم علم دینی هم علم دنیوی، به نهایت برای ما مهم است. جوانای عزیز بسیار التماس میکنم بخونه درساتون، درس اسخط کنه با افتخار، با سری بلند، با آبرو و عزت. من میخوام که تمام علما، تمام دانشمندا، تمام طلبه های فعال مکتب همون نمازخونا باشن. ان شاء الله این نمازخونه ما همین امکان دارن. بعد با افتخار وقتی سوالش میکنن که برادر این مرتبه منزلت از کجا یافتی که تو پروفسور علمی تیپ شدی؟ بگه که از مسجد، از نماز یافتم، نماز میخوندم، از خدای تعالی طلب میکردم، خداوند دادم. ببینید ایش یک تبلیغی میشود برای نماز، یک تبلیغی میشود برای اسلام. پروردگار و صحبت و صحبت مؤثر گردان. خداوند روح امام بخاری و روح
علمای علم حدیث و علمای علم فقه و دیگر علمای بزرگ اسلامی را شاد و مسرور و خوشنود و راضی گردان از صحبت امروزه و پروردگار مساعدت فرما که مردم مسلمان ما چنگ به علم و دانش زده و از میان خود از جگر خود فرزندان برومند و صالح و عالم مثل بخاری و مثل سینا و مثل بیرونی و مثل عطار و مثل دیگر بزرگانی که امروز عالم اسلام حتی که تمام جهان با نام اونها افتخار دارد خارج سازند. خداوند طاعت مون به درگاهت قبول و مقبول ساز و روزی شریف جمعه و این نماز از برای جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم مبارک گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.